ناو خودی مزن و دلوان اولاتیت قدرگران آمده بوید هجا از گل خوشحالم کو جارکا دیم آتی نوابو و دوره و و جاره بو وکرنا پروژه که کوی بدیمای آتی اف پروژه برینو که الکابینا برینو که بری بناغاوی هات بیادانان بس نهاده تمام کرن لوی کابینه ما بریار دا چونکه پروژه که استراتیجیه و پروژه که خدمتگزاریه بریار آنده آتدان پشتیوانیا تمام بینا و پروژه بکین و شکر بو خوده اف رو بری وقت خو اف پروژه هاتب دیمای اینانو از سپاسیا کمپانیا جبجه کار یا کاوین گروپ کم که گلک زودتر وقت خو پروژه بدیمای اینای و وکی دیار پروژه سر آسته که زور باش یه جهانی یه هاتیا درست کرن و یا همه تشتکش زیده تر من دل خوشت کرد اوه چند پروژه کردستان تینه کرن همه کمپانیت کردستانی برینو کل دهوکه و هفلیره و اداره راپرین و سلیمانیه و اف کمپانیت وام پروژه استراتیجی جبجت کن همی پروژه کردستانی نه و وجه دلخوشی کم مزنه چونکه بشیانت کردستانی و اندازیارت کردستانی و کرستید و دوریز در تینه جبجه کرن کجیه دلخوشی همه چونکه فرصت شولش بو گنجت ما و بو حولاتیت ما زیادتر برهفت کرد. اف پروژه استراتیجی گلکت پیوستن بو خدمت کرنا حولاتیا تایبت درست کرنا ریکوبانا ریگو پرا وکی پروژه استراتیجی بو پرپیدانا جرخانا آبوریا کردستان کو برنامه کابینا حکومت هرمیه زیادتر گرنگی بدینه پروژه خدمتگزاری و پیش خستنا جرخانا آبوری. افریقا نبتنه دی هاروکاریا حولاتیا کرد بو هاتو چونه بلکه دی آسانکاریاش کرد بو کارت بازرگانی و پیک و گریدانا پارزگاه کردستان افرول بینا دهوکه و هفلیره و سبیل بینا هفلیره و پارزگاه دیش. چند پروژه دیشیت های بود درست کرنا ریکت بینا باجرت کردستان الپارزگاه دیول ادارت دیش لکردستان لبینا باجرت دیل کردستانه که هیویدارین اویش وقتی که زوی بینه تمام کرنو دیسان خلق پیچه بید مفایل بینید. هولاتیت هیجا راست افریقا دی آسانکاری بو هاتو چونه درست کرد. بس از داخاز لنگود کم باشترین شیوه استفاده لبینه. و مخابنی و همه ساله ام بینین که صدان کست بنا قربانی یان بریندارد بن یان مخابنی و گیان خول دزدن لرویدانت هاتو چونه. ایویا منوا گوی خوب دنه شیرت و رنمایت پولیسین هاتو چوه و باشترین شیوه مفایل و جادانه بینن و ولی نکن خوده نکد بو هند زودتر بگنه موعده خو زودتر بگنه جه خو سریع بچن و توشی ریدانگا نخوش ببن. اولاتیت هیجا و برکفتی سرارای و همه نخوشی و قیرانت که حکومت حریم تویش بی ما سوزا هنده دا هنگودت بردوام بین لجبجه کرنا پروژه خدمتگزاری و هندک جار او پرسیار تیتا پیش پرسیار موچه زور تیتا پیش حکومت چوا پیچید بید پروژه خدمتگزاری بکد بس موچه وقت خدا نایتا دا از حس کم برسوا و پرسیار بدمه و حکومت حریم هر تشتی که پیچه بی بودا بین کرنا موچه حولاتیا تقصیری نکریا و ناشکد. داهات حریم شوایی که گشتی یکیم بی من چندین جارات آخفتنت خوید برینو کش دا آماجا پیکری که مثلا کرونای و تکچونا بار
آبوری جهانی کارگریه که گلگ خراب یا کریسه وضع آبوری هرمی کردستانش. تشتی که حکومت هرمی کری او که خارجیت حکومت بو کمترین آست کم کتبه. همان که دا خبات هنده بکد که دهات ناخوی زده بکد. تعینی وقت دا لازم هم اویش بیر نکن که هولاتیت ما چاوره هندنا حکومت پروژیت خدمت گزاریش بوان جبه جب کن. خدمت گرن بزدان موچینیه. خلق دعوا کهربایت کد، آوید کد، خستخانات کد، کتابخانات کد. خدمت هولاتیا همه کرتاد گریت اول. به چنده جبه جب کرنا و پروژانه دیسان بو خدمت همه هولاتیه یه موچخورو یه نموچخورش. همه هولاتی کردستان موچخور نینه. بلکه دیشه یو حقل سا حکومت هریم کردستان خدمت ها بیت کرنه. درست کرنا و پروژانه بو خدمت کرنا همه هولاتی کردستانی به فرق جدایی. و لازمه ام ویش بزانین و برچاو بگرین که اف پاری که تیتا ترخان کرن بوان پروژانه زیده تر ارکی گراند کویتا سا کمپانیت کرد تایبت جبجه کار. و از سپاسی همه کمپانیات کم ید که برپرسیاری حل گرته لی همه پارزگاهت کردستانه و آماده بی و پروژه استراتیجی جبجه بکن لسه ارکی خو. حکومت راستا او پاره پیویست یه بو خملاندی بس بو دانوا و پارانبو و کمپانیا وقتی که دور و دریش بلازمه و اسپاسیواند کم که بتحمل بینه و بیر لهنده کریه و که زیدتر خدمت خلق خوب کن یا که بیر لمفای بازرگانی و پروژانه بکن. جاره که دی اسپاسیوا همه کمپانیانت کم و هر به مناسبتی وکی همه جارا از دیسان داخازل همه هاولاتیت عزیز کم خوب پارزن ام بینین وان روژه چوی رجا تشبیت ویروس کرونای گلگت زده بی و تنها ریکا مایی او که خلق خوب پارزید هر تاکه که ولاتی خوب پارزن خوب پاراستن تنها ریکا بونده هم پیچه بین هم که سکارت خوب پارزین هم ریکش وکین بونده افوازا برف باردوخه که آسایی وگرد و پیچه بین حتی البار آبوریش دست کفتت زیده تر بینه دست. افرو 20 اکتبریه روژا برگری کرنه کرامت و قوارا حریم کردستانه. ام سر خو بو شهیدت خو نوید کین دست پیشمرگت خو ماچد کین و هیویدارین کردستان هر یا آودان بید و هنگیش هر سلامت بن. گلک سپاس. آواجی گوترا سرک وزیر حریم کردستان مسرور بارزانی بو که د گوترا خدا بحثا چند مجاران کرد. بیجا که جه شنازی او پروژه استراتژیک کل حریم کردستان تینه جبجه کردن و جا ین کل دهو که چیبونه ین کل حولیره ین کل سلیمانی و اداره راپارین و اداره اندن هموج عالی کمپانیای کردستانی و هاتنه جبجه کردن که او یک جی پیشکتنه که مازنه و جه شنازی که کمپانیای کردستانی به وی آوای با آوای که در سوزانه کارن خواهد کن و پروژهان جیبجی بکن. مسرور بارزانی دی بیجه که حکومت به وان پروژهان گرینگی ده جرخانا حریما کردستانی. ناجی دی او پروژه جالی سرک وزیر حریما کردستانی مسرور بارزانی و جگیر سرک وزیر حریما کردستانی قبات طالبانی و هر وها وزیر آبادان کردن حریما کردستانی و تیوه کرن که دوان دیمن زندی دام دبینن ایدی او پروژه دما که هاتا وکرن ریا روویا و گوپال لپیشیا ولاتیان تی وکرن جبو هاتونو چونه او ریا که جود سایتا قوناغه کردن اجا جود سایتا دنابر هولیرو دهو که دا که 22 کیلومترن مقصا برینا
رمادی دست سرک وزیر هریما کردستانی مسرور بارزانیا تبی قبات طالبانی جگیر سرک وزیر هریما کردستانی و پروژه وکرن و ریا روویا و گوپال هاتا وکرن لپیشیا هاتونو چونا ولاتی